درود به دوستان و همراهان همیشگی پیج زمرد فال. دوستان، امیدوارم که همواره حال دلتون خوب باشه و اما امروز به یک بخش دیگه از آموزش کارت های رونز میخوایم بپردازیم. به قسمت 5 این آموزش خوش اومدید. امیدوارم که 4 قسمت قبلی رو اونهایی که دوست داشتن یاد بگیرن یادداشت برداری کرده باشن و خوب ویدیو رو دیده باشید. و اما امروز من قصد دارم که یک چیدمان به شما آموزش بدم و یک سری کارهای به قول معروف انرژی گرفتن از رونز رو میخوام با هم داشته باشیم. خب، همونطور که میدونید در سنت‌های باستانی 4 عنصر اصلی وجود داره: آب، آتش، خاک و هوا. این 4 عنصر نماد 4 بعد مهم زندگی ما هستن: احساسات، شور و انرژی، مسائل مادی و ذهن و ارتباطات. حالا ما میخوایم با استفاده از کارت های رونز یا حالا نمادهای رونز پیامی از هر کدوم از این 4 بعد رو بگیریم. بر فرض مثال یعنی یک نوع الهام گرفتن با کارت های رونز هستش. شما وقتی کارت رونز رو برای خودتون تهیه کردین یا همون نمادهای چوب هایی که بهتون گفتم رو برای خودتون ساختین، میتونید در رابطه با مسائل مهم خودتون در رابطه با همین 4 بعد بررسی کنید رونز رو با رونز. و خیلی جالبه این که بتونید در ابتدا واقعا با این کارت ها ارتباط برقرار کنید یا با اشکال رونز واقعا بتونید ارتباط برقرار کنید، چون بهترین جواب ها و بهترین الهامات رو به ما میده. قبل از اینکه بخواین اون مسائل رو بدونید که در چه مرحله از بعد زندگیتون هستین و چه پیغامی میخواین از رونز بگیرین، قبل از شروع اول اینکه محلی که خب میخواین ازش استفاده کنین، اول اینکه یک پارچه سفید پارچه قرمز مثل این اگر که زیر دستتون باشه خیلی بهتره. قبلش حتما با اسماج یا با حالا هر به قول معروف مواد گیاهی که دارید حتما تطهیر کنید فضاتون رو. شمع حتما روشن کنید. فضا رو هرچی قشنگتر و عرفانی تر بکنید بهتر جواب میگیرید. و واقعا حس اینو بخواین که داشته باشین که از این کارت ها یا نمادهای رونز در رابطه با مسائل 4 بعد زندگیتون واقعا ازش پیام بگیرید. اون موقع است که میبینید چه پیام های قشنگ و جالبی رو میتونید ازش دریافت کنید. قبل از شروع خب چشماتون رو ببندید، یک نفس خیلی عمیق بکشید، دم و بازدم عمیق و درست 100% که میدونید چه جوری هستش، شکمی باشه. وقتی که دارید دم میگیرید نفس عمیق بگیرید و چند دقیقه یا چند لحظه نگه دارید هر چقدر که میتونید و بعد بازدم رو از طریق دهان خارج کنید هوا رو، طوری که اصلا وقتی که دم و بازدم میگیرید شکم بالا و پایین بره. این میشه طریقه درست دم و بازدم برای حالا کار مدیتیشن یا حالا ارتباط با رونز. خب ما اون موقع که این کار رو انجام دادیم، الان اینا همه تمرینی هستش دوستان، میخوایم که در رابطه با یعنی 4 بعد زندگی
همون آب و آتش و خاک و هوا که بهتون گفتم، احساسات، شور و انرژی، مسائل مادی، ذهن و ارتباطات. میخوایم ببینیم که چه پیغامی میخواد به ما بده. اولین عنصر آب، دومین عنصر آتش، سومین عنصر خاک، و چهارمین عنصر هوا یا باد. خب شروع میکنیم به تفسیر. اولین کارت که گفتم برای عنصر آب هستش. ببینیم چی میخواد بگه، در مورد چی میخواد صحبت کنه. توریزاز، این کارت افتاده. ببین این رمز مثل دروازه و محافظ عمل میکنه معمولا. پیامش اینه که در احساسات و روابطت الان لازم داری که یک مرز مشخص کنی، یه مرز بکشی. شاید چیزی یا کسی هست که باید جلوی ورودش رو به دنیای درونیت بگیری. پیغام این کارت هستش، پیغام این نماد هستش برای تو. توریزاز میگه قبل از اینکه اجازه بدید کسی وارد قلبتون بشه، خوب نگاه کنید. آیا این انرژی برای شما مفیده یا مخربه؟ پس این جایگاه عنصر آب بود و نمادی که افتاد این معنا رو داشت. بریم برای جایگاه عنصر آتش. اروز. در جایگاه آتش یعنی شور و نیروی زندگی. اروز اومده. این رمز معمولا نماد قدرت حیاتی، نیروی جسمانی و اراده خیلی قوی هستش. اینجا داره میگه الان وقتشه از درون خودت قدرت بگیری. ممکنه پروژه یا حالا کاری پیش روتون باشه که نیاز به انرژی و پشت کار داره و این کارت و این نماد داره به تو میگه که تو قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی. و اما جایگاه عنصر خاک. کارت یا نماد اینگواز. ببین در جایگاه خاک یعنی مسائل مادی، ریشه ها، ثبات ها. اینگواز نماد بذر و باروریه. یعنی الان پایه های محکمی برای یک رشد تازه در زندگی شما هست. این رمز میگه که کاری که شروع کردی هنوز درون خاکه، اما به زودی جوونه میزنه و بیرون میاد. پس صبر و مراقبت لازم رو انجام بده تا به ثمر بشینه. و کارت چهارم جایگاه عنصریش هوا هستش. کارت برکانا که مربوط میشه به ذهن و ارتباطات. برکانا نماد تولد تازه است، پرورش و مراقبته. این نشون میده که افکار شما الان در حال باز شدن و شکوفایی هستش. ممکنه مثلا ایده های جدیدی برای ارتباط، یادگیری یا حتی شروع یک مسیر تازه رو داشته باشی. پیام برکانا اینه که به ایده هاتون مثل یک دونه
تازه نگاه کنید. با مراقبت میتونه تبدیل به یک درخت بزرگ بشه. این به صورت تک تک بود که گفتم برای خودتون میتونید انجام بدید. حالا اگر که کسی دیگه روبروی شما نشسته باشه یا الان شما که روبروی من هستید، بنا به حالا هر نیتی که کردید، من بخوام این 4 تا رو در کنار هم برای شما یه چیز معنادار بگم که جواب نیتت رو گرفته باشی، میتونم خیلی راحت به شما بگم که امکان داره که آدم تازه واردی، اگر که احساسی باشه، آدم تازه واردی قراره که توی مسیر زندگی تو قرار بگیره به زودی. حواست رو خوب جمع کن، زود عجله نکن و بذار خوب طرف رو بشناسیش، چون اگر که زمان بذاری برای شناخت طرف، بهتر هستش که آخرش بخوای ناراحتی های احساسی سراغت بیاد. این از لحاظ احساسی. از لحاظ کاری هم همینطور. اگر که کار تازه‌ای رو میخوای شروع کنی یا پروژه‌ای رو به شما پیشنهاد میدن برای کار، یا حالا اصلا پیشنهاد کاری داری در هر زمینه، سبک سنگین کن خودت رو در رابطه با این کار، خودت رو خوب وزن کن، ببین که آیا میتونی اون کار رو انجام بدی. در رابطه اون کار حتما هر علمی که لازم هست رو دنبال کن. حتما زود لازم نیست تو بله رو بگی و بری وارد یک دنیای کاری بشی که اصلا نمیشناسیش. آدم‌های اطرافتو خوب بشناس. اون موقع است که میتونی ثمره دار باشه این کار برات. ولی اگه علمشو نداشته باشی، شناختشو نداشته باشی، امکان داره وسط را کم بیاری. پس این شد به قول معروف چیدمان یک 4 عنصری که بخوای همه زوایای زندگی رو، بعدهای زندگی رو در نظر بگیری و بعد برای طرف بیان کنی، تفسیر کنی، یا اصلا بخوای برای خودت دلی برای خودت چیزی رو بدونی، توی مسئله مثلا گیر کردی در رابطه با انتخاب کسی، یا حالا مثلا در رابطه با مسئله کاری، هر کدوم از اینها میتونه توی ذهن تو پیش بیاد و این چیدمان رو برای خودت انجام بدی و واقعا اگر با تمام انرژی رو بیاری به کارت های رونز، 100% تو میتونی جوابهای خیلی خوبی ازش بگیری. خب و اما یک کاربرد خیلی جالب و مهم با کارت های رونز. اگر که بخوای از این نمادها در رابطه با کار جادوی سفید، این علائم که میبینید اینجا در کارت های رونز واقعا کار جادو انجام میده به نام جادوی سفید، مثل شمتراپی که یه جور جادو هستش و جادوی سفید هم هستش. یعنی ارتباط انرژیکی میشه جادوی سفید. خب همیشه این کارت ها برای پیشگویی نیست. میتونید مثلا انرژی رو به زندگی خودتون بیارین و توی مدیتیشن و تمرکز هم ازش استفاده کنید. خب حالا مرحله اول به عنوان مثال بنا به نیت حالا و نیاز خودتون،
اگر مثلا میخواین عشق و ارتباط عاطفی جذب کنید، میتونید کارت گبو رو، کارت گبو، خب برای جذب عشق و ارتباط عاطفی با شخصی، حالا که اون شخص متأهل نباشه، چون برای افرادی که میخوان شخص متأهل رو به سمت خودشون جذب کنن اصلا جواب نمیده. حتما بایستی مجرد باشه و اگر این کار رو بخوای برای افراد متأهل انجام بدی دقیقاً برعکس عمل میکنه و انرژی منفی رو به سمت خودتون جذب میکنید. پس این نماد، یا حالا این نماد رو مثلا میتونید، علامتش رو میبینید روی یک کاغذ معمولی بی خط با خودکار قرمز یا حالا طلایی، منظورم همون زرده، میتونید این علامت رو رسم کنید، یا روی سنگ، تکه سنگ میتونید این علامت رو رسم کنید به صورت خیلی ساده و وقتی که رسمش رو شروع میکنید شروع به فعال سازی میکنه، چون شما نماد رو به دنیای مادی میارین، به دنیایی که الان هستین میارین. پس میتونید با رنگ قرمز یا طلایی این کار رو بکنید که انرژی خیلی قوی تری داره. بعد این نماد رونز رو، یا حالا الان اینجا هست کارت مثلا عروض، این برای قدرت و پایداریه توی کار. خب حالا من از همین عشق و احساس مثال رو شروع کردم، به همینجا هم تمومش میکنم. این نماد رو وقتی که رسم کردین، اگر روی تکه کاغذ رسم کردین که میتونین جلوتون بذارین اون تکه کاغذ رو، گفتم که فضا رو کاملا آماده کنید، شمعی روشن کنید، عودی روشن کنید. خودتون بهتره که لباس سفید بپوشید و در یک گوشه از حالا خونه که کسی نباشه جلوتون بذارید. اگرم که روی تکه سنگ رسمش میکنید این شکل رو، میتونید کف دستتون بذارید و دستتون رو حالا ببندید. البته قبل از این که بخواین کف دستتون رو ببندید بعد خوب بهش نگاه کنید. بعدن آخر سر میتونید وقتی که کار مدیتیشنتون تموم شد کف دستتون رو ببندید و باهاش دوباره صحبت کنید. پس نماد رو میذارین جلوتون، به نماد خیره میشین، نفس عمیق میکشین و اجازه میدین شکلش وارد ذهنتون بشه. میتونید مثلا تصور کنید که انرژی اون رونز به صورت نور یا ارتعاش داره وارد قلب یا ذهن شما میشه. اگرم که گفتم روی سنگ نوشتید که میتونید اون سنگ رو توی دستتون نگه دارید و باهاش تمرکز بگیرید. مرحله آخر مرحله نیت گذاری و رها کردنه. وقتی که مدیتیشنتون تموم شد نیت خودتون رو دوباره در دل تکرار کنید. بعد کاغذ یا سنگ علامت رونزی رو میتونید نگهش دارید. حالا مدیتیشنتون که تموم شد میتونید حالا همون سنگ یا کاغذ رو روی میز کارتون بذارین، توی کیفتون بذارین، فرقی نمیکنه، چون همیشه اون انرژیش همراهتون باشه. متوجه شدین چی میگم؟ و هر کدوم از این نمادها بنا به اون معانی که بهتون گفتم که تو ویدیوهای قبلی هستش، میتونید دوباره برین نگاه کنید،
برای چه کاری نیاز دارید؟ برای خرید خونه میخواین؟ برای عشق و ارتباطات میخواین؟ برای قدرت و پایداری میخواین؟ برای الهام و روشنایی میخواین که باید از کارت یا نماد کناز استفاده کنید؟ بنا به همون نیتی که دارید، چون باید نیت گذاری کنید دیگه، به همین ترتیب. خب این قسمت هم به پایان رسید دوستان. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. نظراتتون رو توی کامنت ها حتما برای من بنویسید و اگر به درستی از این کارت ها استفاده کنید 100% جواب های خیلی قشنگی میگیرید. تا آموزشی بعدی، خدا نگهدار.